توی بچگی به هم میگفتم بامزی. سلام. آقا من بچه بودم، حدوداً 1 سال 2 سالم بود، ولی نمیدونم همینجور که مامانم برام تعریف کرده خودمم یادمه. آقا من خیلی توپل بودم. مامانم میگه که همه چیو میخوردم و اصلا به چه بدی نبودم و عاشق چی بودم؟ میوه. یه روز مامانم رفته بود بازار و کلی میوه خریده بود، همه رو میشوره و میذاره توی یخچال. 2 ساعت میشه، 3 ساعت میشه، آقا 4 ساعت میشه، بچه را الناز نیست. آقا زیر زمین رو میگردن، اتاق پشتی رو میگردن، پارک پشت خونمون رو میگردن، میرن از به خانم همسایمون میپرسن که به چه ما رو ندیدی، تا جایی که دیگه میگن چی کار کنیم؟ بیاین تا زنگ بزنیم به پلیس. به بابام هم زنگ میزنم، بابام بنده خدا هم پا میشه میاد. بابام که اومده بود و کم کم پلیسم میرسد و همه جا دنبال من میگردم. آقا این رو بگرد اون رو بگرد، دیگه قضیه داشت جنایی میشد. چرا این بچه نیست؟ خار بزرگم آزاده تو آشپزخونه بوده. خدایا یه صدای میاد، خیر خیر خیر، صدای چیه؟ بعد خیلی ترسو، از سوسک، از کبوتر، از نمیدونم گنجیش، پروانه، همه چی میترسه. میره جیغ میزنه و ننه بابامو صدا میکنه. اینا میان میبینن که از توی یخچال داره صدا میاد. آروم میرن سمت یخچال، میبینن درش پیشه و یه صدایی میاد. یهو درو باز میکنن، میبینن که الناز بامزی نشسته تو میوه خوری و داره میوه میخوره. باورتون نمیشه، من حدوداً 2-3 ساعت تو میوه خوری بودم و مشغول میوه خوردم و همون شد. این اسم الناز بامزی موند رو من و هنوزم که هنوز عاشق میوه. از من گفتم بودا به بچه‌هاتون میوه خیلی بدین. تا زود.